نظافتچی گالری نقاشی در آمریکا قبل از شروع نمایشگاه 2 تا از نقاشی‌ها را به دلیل شستن با آب از بین برد. آجی این مامان من بوده. یعنی فهمیده خالم اینا دارن میان از اون گالری بازدید کنن، گفته ای زشته یه گردگیری بکنم، زده نقاشی ها رو با آب شسته، شیلنگ گرفت. این مامان این نظافتچی ایرانی، نظافتچی ایرانی بوده و فهمیده که یکی از بازدید کنندها خواهرشه یا زنداداششه یا جاریشه، سریع دست به کار شده. من نمیذارم اینجا کثیف کنم، شیلنگو گرفته با مونالیزا مثلا. نقاش فرانسوی که خانوادهش را مجبور کرد تا تمام تابلوهایش را بخرد. من اینو درک میکنم، میفهممش، چون خودم روز اولی که کانال یوتیوب زدم پدر مادرم رو مجبور کردم روزی 10 بار پستامو برن نگاه کنن. شوخی نیست، زندگی خرج داره. ببین حساب کن انقدر کاراش مزخرف بوده که دوستاشم راغب نبودن بخرن. به نظر من ایده جذاب یا بدکی نیست، یه بهش فکر کنید. ما میایم یه سری آثار هنری درست میکنیم، بعد گالری میذاریم، بعد کسی ازمون نمیخره، بعد در معذر ضایع شدن که هستیم خودمون آثار خودمون رو میخریم. این جیب به اون جیب میشه ولی آبروی حفظ میشه. جهانگرد هلندی که با دوچرخه‌اش به تمام کشورها سفر میکرد پس از